حالا که همه دارن در مورد آیفون 17 صحبت میکنن، بهتره یک اشاره کنیم به شاهکار هواوی. یعنی اولین گوشی 3 پنل جهان. بهتون معرفی میکنم، هواوی میت ایکس تی. این گوشی در واقع تبلت در قالب گوشیه. چرا اینو میگم؟ چون وقتی که این گوشی رو به طور کامل باز کنید، شما دیگه یک گوشی معمولی ندارید، بلکه یک تبلت 10 اینچی دارید که میتونید کاراتون رو باهاش انجام بدید. حالا شاید پیش خودتون فکر کنید که این گوشی به خاطر اینکه 3 پنل است، حتما باید باتری ضعیفی داشته باشه. اما باید بهتون بگم که سخت در اشتباهی، چون که این گوشی یه باتری 5600 میلی آمپر ساعتی همراه یک فست چارج 66 واتی و یک وایرلس چارج هستش. حالا که در مورد اینا صحبت کردیم، بهتره که یک اشاره به قیمت این گوشی هم بکنیم. چرا که امروز قیمت این گوشی توی بازار ایران حدود 455 میلیون تومانه. که اگه پارسال بود میگفتم که با این پول شما میتونید یک ماشین بگیرید. اما امسال بهتره به همون موتور اکتفا کنیم. اگه از این دست ویدیو خوشت میاد، خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنی و کانال من رو سابسکرایب کنی.